تفسیر قرطبی ده هست و تقلبک فی الساجدین سوره شورا را آیت از اکرمه از ابن عباس روایت میکند، یعنی خدا میگه من میدیدم که نطفه تو محمد چگونه از پشتی باباها به رحم مادرت می آمد، از رحم مادرت به رحم این فرزندش می آمد تا تو به دنیا آمدی. یعنی این آیه هم دلالت میکنه که پدر و مادر رسول اکرم، بابا و مامای رسول از جمله ساجدها بودند، این مؤمن ها بودند. و تقلبک فی الساجدین معناش همین که یعنی تو از پشت این پدر که اهل سجده بود به رحم او مادر برفتی، از او به این تا به عبدالله و آمینه آمدی و از عبدالله و آمینه به دنیا قدم زدی، دنیا را به نور توحید منور کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این آیه بله 3 معنی دارد. معنی اولش میگه خداوند متعال تو را میبیند هنگامی که بلند میشوید برای نماز و عبادت یا هنگامی که در میان سجده کنندگان وجود دارید. یعنی هنگامی که تنها نماز میخونی خدا شما را میبیند و هنگامی که با جماعت نماز میخونی خداوند شما را میبیند. اما مفسرین 3 نوع تفسیر کردن برای تقلبک. یکی از آن این از یعنی تقلبک فی اصلاب الانبیاء حین اخرجک، یعنی انگار میگه هنگامی که حین حتی اخرجک، یعنی خداوند متعال شما را میبیند در پشت پیامبران یکی پس از دیگری که آمده اید. حالا نگاه کن فی اصلاب الانبیاء، پشت پیامبران نه پشت دیگران. یعنی این مثلا از پشت اسماعیل، از نوه اسماعیل از دیگه، اسماعیل هم از ابراهیم بوده. به همین صورت در پشت پیامبران یکی پس از دیگری که اومده ای خداوند متعال شما را می دیده. این یک معنی که این اکرمه از ابن عباس نقل کرده. در اینجا حدیثی در مورد آن نیاورد. این یک تفسیر است. و الثانی و تقلبك في الركوع والسجود والقيام مع المصلين في الجماعه، یعنی قول دوم این است که خداوند متعال تو را می‌بیند هنگامی که